برادری پرسیدن آیا جایز است که از کاغذ تشناب برای پاکی مقعد خود استفاده ببریم و همچنان به همان اکتفا کرده وضو بگیریم و نماز بخوانیم؟ برادر محترم، آنچه که در بابی پاکی مقعد می آید چند چیز است، یعنی چند راه است. یکی اکتفا به کلوخ و سنگ و آنچه که در حکمی از اینهاست، یعنی کاغذ تشناب است یا اینکه تیکه است یا آله دیگری است، به جز اشیای ممنوعه که استخوان یا پاروی حیوانات. دیگر هر چی اگر میسر بوده باشد درست است که او را برای پاکی مقعد خود استفاده ببرد. و البته دری سنگ یا کلوخ یا کاغذی تشناب عدد را باید رعایت کند. عدد از 3 کم نبوده باشه و همچنان از 3 اگر بالا هر چی که استفاده میکنه باید عدد طاق بوده باشه. چون حدیث در صحیح مسلم از سلمان فارسی روایت شده که سلمان فارسی فرمودن نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نستجمر باقل من 3 احجار. رسول الله صلی الله علیه و سلم منع فرمودن که از کمتر از 3 سنگ در پاکی انسان استفاده کنه، در پاکی مقعد خود. و همچنان حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند و من استجمر فلیوتر، و اگر کسی خود پاک میکنه با سنگ یا کلوخی باید عددی طاق استفاده ببرد، یعنی از 3 به بالا 5 یا 7 یا 9 به هر اندازه‌ای که اطمینانش حاصل میشه. مسئله دیگر که اکتفا به همین سنگ و کلوخ شود و وضو بگیرد و نماز بخواند، این جایز است. کاملا مردم اهل مدینه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم همین کار را میکردن و از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم چنین ثابت شده که اکتفا میکردن به سنگ و کلوخ و بعد از او وضو میگرفتن، نماز میخواندن. جایز است. و همچنان با آب هم انسان اکتفا کنه، فقط با آب خود پاک میکنه و بعد از او وضو میگیره، نماز میخوانه، چون این عمل از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح بخاری صحیح مسلم که انس رضی الله عنه فرمودن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، رسول الله صلی الله علیه وسلم قضای حاجت میکردن. فانطلق انا و غلام نحوی، ما همراه یک غلام دیگری که مانند ما در سن و سال بود میرفتیم همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. رسول الله صلی الله علیه وسلم با همراه از اینها می رفتیم و ما همراه خود آفتابه یا ظرف دیگری که در او آب وضوی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود این را با خود حمل می کردیم و همچنان عصایی با خود داشتیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در صحرا غالبا عصا را پیش روی خود می گذاشت. فیستنجی بالماء، رسول الله صلی الله علیه وسلم با آب وضو می گرفت، با آب استنجا می کردن. پس اینجا صریح هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم اکتفا با آب میکردن، ذکری سنگ یا کلوخ نیامده. و همچنان در وصف مردم اهل قبا وقتی که آیات نازل شد فیه رجال یحبون ان یتطهروا، مردم رفته پرسیدن که امی طهارتی که الله تعالی برای شما وصف کرده این طهارت چی است؟ اونها در جواب گفتن که ما با آب استنجا میکنیم. ذکری سنگ در اکثر روایات سنگ کلوخ نیامده، اگرچه در مسندی بزار روایت میاد که اینها اول ابتدا با سنگ و کلوخ خود پاک میکردن و بعد از او با آب خود پاک میکردن.
اگرچه در سندی حدیث مقال است و ضعف است، خب به هر صورتی اگر انسان با سنگ اکتفا میکنه یا با کلوخ و همچنان با کاغذی تشناب هم برش جایز است. با آب هم اکتفا میکنه، بهتر است اگر در صورتی که تنها استفاده میکنه از اینها. و همچنان اگر هر دو را جمع میکند هم برش بهتر است و رأی اکثر علما به همین است که اگر میسر است از هر دو استفاده ببرد برای پاکی مقعدش و این نظیفتر و پاکتر و بهتر برش می باشد.